هر 1 متر خاک این سیاره ارزش 100 میلیون دلار رو داره. سیاره‌ای که پوشیده شده از بریلیان و الماس. در فاصله حدود 40 سال نوری از ما و در صورت فلکی سرطان، سیاره 55 کنکری ای وجود داره. 2 برابر زمین قطر داره و 8 برابر زمین جرمشه. اما عجیب ترین چیزش ترکیب داخلیشه. این سیاره احتمالاً از کربن خالص ساخته شده و تحت فشار وحشتناک ستاره‌اش این کربن به الماس تبدیل شده. فشار داخلی این سیاره به اندازه‌ای زیاده که کربن داخلش تبدیل به الماس جامد میشه. اما دلیلش فقط فشار نیست. ترکیب شیمیایی خاص، نبود اکسیژن زیاد و فاصله نزدیک به ستاره میزبان همه باعث شدن این پدیده نادر شکل بگیره. این یعنی عملاً با یک گوی عظیم از الماس طرفیم. ارزشش چقدره؟ فراتر از تصور. ساختار این سیاره چیزیه که ذهن دانشمندان رو سالها درگیر کرده. درون این دنیا کربن به طور عجیبی فشرده شده. تحت فشارهای عظیم کربن به الماس تبدیل میشه. سطحی درخشان، آتش فشانی از جواهرات. به گفته کارشناسان 30 میلیون دلار الماس روی این سیاره وجود داره و سامانه‌ای است که 2 ستاره به نام‌های 55 کنکری بی و 55 کنکری ای داره. سیاره الماس دقیقاً به کنکری ای نزدیکه، یعنی به ستاره بزرگه و به فواصل کیهانی چسبیده و فقط 2 میلیون کیلومتر فاصله داره. سیاره‌ای که اینقدر به ستاره‌اش نزدیکه باید پر از مواد مذاب باشه، اما دانشمندان تخمین میزنن که تمام الماس‌ها زیر پوستش باشه، چون 1/3 جرم این سیاره از کربن تشکیل شده و هر جا کربن باشه الماس هم هست. همه کربن در این سیاره که زیر فشار بی‌نهایت وجود داره به الماس تبدیل شده. دستیابی به این جهان خیالی رویایی است محال. دمایی فراتر از 2400 درجه سانتیگراد، نیروهای گرانش سرسام‌آور، سفری که میتونه آخرین ماجراجویی بشر باشه. فقط تصور کن اگر بشر میتونست به این سیاره بره و الماس‌هاش رو به زمین بیاره، اقتصاد جهانی چه تغییری میکرد؟ قیمت الماس سقوط میکرد. ثروتمندترین ها فقیر میشن و ارزش این گنجینه آسمانی نابود میشه. ثروت بی‌نهایت یا آشوب اقتصادی جهانی. اما حالا قسمت تلخش رو بگم. دمای سطح این سیاره به حدود 2500 درجه سانتیگراد میرسه و با حرارتی داره میسوزه و طرف دیگرش تقریباً یخزده است. هیچ اتمسفری برای حفاظت ازش وجود نداره. نه تجهیزات، نه لباس فضایی، نه هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه نجاتت بده. این یک تله الماسی در وسط فضاست. اگر زمین مثل این سیاره بود، احتمالاً زندگی که میشناسیم هیچ وقت شکل نمی گرفت. سطح داغ، بدون آب، بدون جو. اما شاید تمدن‌های عجیب و ناشناخته دیگه‌ای توی کهکشان روی چنین سیارتی زندگی می‌کنن، با فناوری‌هایی که حتی نمی‌تونیم تصورشون کنیم. سیاره‌ای ساخته شده از ثروت، اما سوزاننده تر از جهنم. شاید ما هرگز نتونیم پاروش بذاریم، اما بدون شک این دنیا یکی از درخشان‌ترین رازهای کهکشانه. البته شاید این دنیا هرگز حقیقت نداشته باشه. تحقیقات جدید نشون میده ممکنه این سیاره هرگز سیاره الماسی نبوده باشه. شاید آنچه ما دیدیم تنها تصویری تحریف شده از اعماق فضا بوده. حالا نوبت توئه. اگر یه سیاره الماسی پیدا میکردی، باهاش چی کار میکردی؟ توی کامنت ها برام بنویس.